خدا وکیلی نگاه کن تو این وضع شلوغی اینجا ما پول در میاریم و خدا میدونه با مکافات. اون که ترافیک سنگینیه. خدا وکیلی تهران فقط به درد کار کردن میخوره، اونم به سختی پول در آوردن. بیا یکی پشکم میزنه، یکی ناراحته، یکی دست میزنه. بیا خدا وکیلی تو این شهر فقط باید یه صندلی بذاری بشینی مردم رو تماشا کنی به مولا. این هم حال روز ما. خوشحالش خدا کنه همه مثل این بنده خدا دلشون شاد و خوش باشه. دمتون گرم. دعا کنین همه مشکلشون رفت بشه. بدهی دارین خدا.